سروران گرامی و حضار محترم، فضل الله و رحمت و توفیق و مشیت و عنایت اوست که ما در دربار او حاضر شده ایم. این دربار الله ہے. به خاطر الله در این صحرا، در این میدان هر هفته ما برای اجرای دستور الله جمع می شویم و این عنایت الله که این جو را، این فرصت را، این زمینه را برای ما مهیا کرده است. اللهم لك الحمد شکرا و لك المن فضلا. عزیزان گرامی، همه کسانی که در این جمع حاضر می شوند شایسته تقدیرند، اینا شایسته پاداش های بزرگ هستند و الطاف الهی نصیب همه انشاءالله خواهد شد. اما این عزیزانی که فعلا سخن ما را میشنوند، اول وقت می آیند، صفحه اول را میگیرند، قبل از اذان حضور پیدا میکنند، اینها شایسته یه جایزهای خاصی هستند. اینا مصداق سابقون فی الخیرات هستند. الله تعالی ادعی را اینجوری تعریف میکند و منهم سابقون بالخیرات، ادعی به نیکی ها شتاب دارند، جلوتر از دیگران می آیند، سبقت میگیرند. شما در جاده میبینید سبقت میگیرند ادعی. خب بعضی سبقت ها ممنوعه، بعضی هم مجازه، ولی این سبقت سبحان الله دارای درجه. این سبقت یسارعون فی الخیرات، در کار نیک شتاب زدگی دارند، جلوتر از همه حضور پیدا میکنند در بعضی از صحنه های عبادی، صحنه های خیر، در صدقه، در عبادت، در دعا پیشروانند، پیشتازانند. مسلما اینها نزد الله خیلی درجه دارند و اگر همه ما میدانستیم، ما هم گاهی دیر میاییم و واقعا احساس حسرت میکنیم و در این حال رشک میبریم بر کسانی که زود میآیند. چقدر ترغیب آمده است، چقدر تشویق آمده در حدیث، در قرآن مجید. من جمله اون حدیث همیشه باید آویزه گوش ما باشه که فرمود کسانی که در اول وقت می آیند به اندازه قربانی یه شتر. حالا شتر خوبی را شما در بازار قیمت بکنید چقدره؟ گویا این صدقه کردن در راه الله. اونی که در درجه 2 گاوه، اونی که در درجه 2 گاو صدقه کرده، اونی که در درجه 3 میاد گوسفندی گویا خیرات کرده، و یکی گویا بعد 4 میاد مرغی، 5 میاد تخم مرغی داده. خب یکی فقیری بیاد و یه شخصی یه تخم مرغ بهش بده، شخصیت خودش پایین میاد. البته الله تخم مرغ هم تحویل میگیرد، دانه خرما را هم تحویل میگیرد. ولی چرا انسان در دنیا میخواد بهترین ماشین داشته باشه، بهترین منزل داشته باشه، بهترین سفره را داشته باشه، بهترین لباس بپوشه؟ دنیاه. ولی چرا نسبت به آخرت بی تفاوته؟ چرا نسبت به اجرهای آخرت این زهد داره، بی رغبته، پروا نداره اگر نماز جماعت از دستش فوت شد، صف اول از دستش فوت شد، اگر از صف اول محروم موند؟ چرا این ناراحت نمیشه؟ نگاه ما باید به اجرهای اخروی باشه، نگاه ما باید به آسمان باشه، نگاه ما باید به الطاف الهی باشه. ببینیم الله از چه چیز ما خوشش میاد. الله را از این حضور اول وقت شما خوش میآید. اینو به دیگران هم تبلیغ کنید. امروز روز جمعه است، روز درود هم هست، تا میتونیم درود بخونیم. حالا که خوب شما به صحبت ها گوش میکنید، صحبت های دینی، دعا کنید که الله تعالی مدد کند بر زبان گوینده همان را جاری کند که او میپسندد.
و همان که مفیده برای من و شما و همه امت، برای دین و دنیای ما. شما یا الله قبول بفرما. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ولی به هر حال در وقفه ها درود بخونیم. فرمود روز جمعه درود بخوانید. درود جمعه به طور خصوصی به من عرضه می شود. حضرت رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم. شاید تعبیر درست نباشد بگویم که رسول الله منتظر درود ماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم با چه پاداش ها و چه عنایاتی مشرفه که اقبال که میگوید گر نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. روزی مولانا عدی محمد از بزرگان ماست، از اساتید ماست، یک چیزی پرسید از راه مذاکره. ایشون بزرگوار هست، منزلت استاد ما داره، مدرسه شورشادی مدرسه دارند ایشون، گاهی حضور میابند اینجا. فرمود من تو ذهنم این سوال می آمده، حالا بنابر چه انگیزی پرسید؟ حالا علما میپرسند، بهرحال گفتگو میکنند که درود ما برای رسول الله چی فایده؟ ما هر اعمالی که بکنیم و رسول الله آموزش داده و همه این اعمال خود به خود ثوابش به رسول الله میرسه، تمام امت. خود درود ما چی؟ من به مولانا عرض کردم که شما خودتون بهتر میدونید، ولی مولانا یه نکته به ذهن میاد که یک هدیه‌ای کسی به شما بده، گرچه شما نیاز ندارید، شما خوش که میشوید و الله خوش میشود و رسول الله خوش میشود. نیاز ندارند، الله مگر نیاز داره به بندگی ما؟ ولی الله خوش میشود و از کفر ما، از گناه ما الله ناراض میشود، ضرری به الله نمیرسد. و خوش کردن رسول الله الله را خوش میآید. وقتی ما سلام میفرستیم، وقتی ما درود میخونیم، این درود عرضه میشه به بارگاه رسالت و از اونجا پاسخ میاد، از اونجا جواب میاد و در مقابل هر درود 10 رحمت بر شما نزول میکنند، 10 درجه قرب و بالا میروید، 2 3 10 نیکی نوشته میشود، 4 10 گناه معاف میشود. چقدر سرمایه بزرگی این درود. و مخصوصا در این زمان که فتنه فساد ارتباطات با رسول الله صلی الله علیه و سلم کم شده، لذا بیشتر به درود بپردازیم تا ارتباط ما مستحکم شود و تا شوق اتباع و پیروی رسول الله در دل ما افزون گردد. و درود خوندن بسیاری از بلاها، آفات، بلیات را الله تعالی به وسیله درود برطرف می سازد. و روز قیامت فرمود، حدیث رسول الله روایت ترمذی، امام ترمذی فرمود قال النبی صلی الله علیه وسلم ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. روز قیامت نزدیکترین مردمان به من همونه که درود بیشتر خونده است. سوال نشه که هایی که هیچ نماز نمیخونه فلان نکنه، خب درود بخونه. ببینیم اون درود، موفق به درود خوندن کسی میشه که پرهیزگاره، کسی میشه که اون نیکه، کسی که میگه صالح او که اینقدر درود بخواند و انشالله اتباع سنت هم میکند، از گناهان هم میگریزد به برکت درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا با جان و دل درود بخونیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. لذا روز جمعه درود، عمل دوم جمعه سوره کهف بخونیم که دفع بلاها و فتنه های دجالیه. سوره کهف که از جز 15 شروع میشه و به جز 16 ختم میشود. 3 رسول الله فرمود صلی الله علیه وسلم لحظه ای است در روز جمعه هر کسی با اون لحظه مصادف شود آن را بیابد، هر دعایی میکند قبول میشود. حالا این کیه اون لحظه؟
بعضی گفتن بین خطبتین، بعضی گفتن از آغاز اذان تا پایان نماز، بسیاری گفتند که بعد از عصره. و لذا برای جستجوی این لحظه و یافتن این لحظه خوبه که ما حساس باشیم، روز جمعه را به خواب و غفلت نگذارانیم، به تلاوت، به درود، به عبادت سپری کنیم. و عصر تا مغرب اگر ما در مسجد ها بنشینیم و مشغول درود و دعا باشیم، سبحان الله، بسیاری از سلف، بسیاری از بزرگان گذشته ما درباره امام طاووس میآیند، طاووس ابن کیسان، که وقتی نماز عصر میخوند دستایش بلند میکرد تا مغرب بس به دعا بود. تابعی جلیل القدر است رحمه الله تعالی. و هکذا بسیاری از بزرگان معمولشون، عادتشون همین بوده. درودی بخونیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد. در این لحظاتی که باقی به نماز سروران عزیز درباره علم چند جمله عرض می شود. علم، دانش در اسلام چه فضیلتی دارد، چه جایگاهی دارد. ببینیم علم و دانش، قرائت، خواندن، نوشتن، اینها چیزهایی هستند که الله تعالی اولین وحی را، نخستین وحی را با ذکر علم آغاز کرده است. نخست تعلیم نماز نیامده که نماز بخونید، نماز فریضه بزرگیه، زکات بدید، یک عبادت مالی مفروضیه، ولی درباره علم اولین وحی را نگاه کنید. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این آیات در غار حرا بر حضرت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نازل می شود. اقرأ، بخوان، این امت بخواند، خواندن یاد بگیرد. اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تکرار کرد اقرأ را. پروردگاری که با عزت انسان را علم نصیب کرد، انسان را آموزش داد، به او چیزهایی را آموخت که نمیدانست. تمام این علوم، تمام این دانش‌ها دینی و دنیوی، تمام دانستنی ها این از فضل ربند. اللهی که به انسان عقل داده، توان داده، علاقه داده، مغز داده، حافظه داده، توفیق داده، انسان را تا اینجا رسانده است. لذا علم خیلی ارزش دارد، علم اساس است. به همین خاطر حضرت رسول الله هم به علم تشویق کردند. قرآن مجید به علم تشویق می کند. الله تعالی برای عالمان، دانشمندان جایگاهی قرار داده که شهادتشان را، گواهیشان را الله تعالی در ردیف گواهی خودش الله تعالی ذکر کرده است. توجه فرمایید به این آیه سوره آل عمران. شهد الله انه لا اله الا الله والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. شهد الله، الله گواهی میداد که جز او دیگه معبود نیست، معبود به حق یکتاست، فقط الله است. همه عبدند معبود الله، همه مخلوقند خالق الله، همه محتاجند غنی الله، همه نیازمندند بی نیاز الله. لا اله الا الله، رب فقط الله، معبود فقط الله. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه، و فرشتگان گواهی میدهند. فرشتگان هم درجه دارند. و سه فرمود و اولو العلم، عالمان، صاحبان علم هم همین گواهی را میدهند. در طول تاریخ صاحبان علم همین گواهی را دادند، همین اقرار را کردند.
امام غزالی رحمت الله علیه عبارتش عجیبه، تو احیا جمله دارد نقل کردم اینجا: فانظر کیف بدأ سبحانه و تعالی بنفسه و ثنى بالملائکه و ثلث باهل العلم. بنگر چگونه الله از خود آغاز کرد، بعد در ردیف دوم فرشتگان را آورد و بعد اهل علم را ذکر کرد. و جملهش عجیبه: و نهی کافیه، میفرماند به هذا شرفا و فضلا و جلال و نبلا، کافیه برای شرف، برای عزت، برای فضیلت، برای روشنی، برای خوبی و زیبایی و فضیلت. کافیه این اعلام خداوندی که الله تعالی اینقدر به دانشمندان درجه داده، اینقدر جایگاه علما را بلند اعلام کرده است. میفرماید یرفع، جای دیگر میفرماید تو سوره مجادله: و یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله تعالی درجات مؤمنین را هم بالا میبرد. مؤمنین هم صاحب درجان و مؤمنین باید همیشه در حال ارتقا باشند، در حال رشد و پیشرفت باشند. ما در زمینه این آیه به ما تعلیم میدهد، یادآور میشود این آیه که ما همیشه دنبال درجات بلند باشیم. به یک درجه دینداری سروران، عزیزان، برادران، خانم، به یک درجه اکتفا بستنده نکنیم. به یک نوع دینداری که حاصل شده کافی ندونیم، مرتبا در حال پیشرفت باشیم، به وسیله مجاهده، به وسیله تحصیل علم، به وسیله خدمت به دین و دعا. امروز ما از دیروز بهتر بشه، فردا ما از امروز بهتر بشه و مرتبا در حال رشد باشیم و به کمال و به تکامل برسیم. بعد یک کافی میگه برای ما همین نماز کافیه، مولوی صاحب دعا کن همین خدا از من نگیره. بله چشم، شما هم دعا کنید، ما هم دعا میکنیم الله نگیره، ولی چرا بیشتر از این نشود؟ آیا شما کافی میدونید در یک کلبه ای باشید، همیشه مستاجر باشید، همیشه در یک لباس کهنه ای باشید، کافی میدونید این را؟ نه، میخوایم جلو بریم. چرا در دین قناعته؟ چرا در دین فقط بی‌رغبتیه؟ چرا نمیخوایم درجات بالا را احراز کنیم، پستهای بالا را بگیریم، پیش الله مقربتر و محبوبتر و نزدیکتر بشیم؟ چرا نکوشیم؟ چرا تلاش نکنیم؟ چرا مجاهده ننماییم؟ چرا ما سستیم؟ این نفس به ما تلقین میکنه، این شیطان شاید به ما تلقین میکنه که همین برای تو کافیه. ما جلو بریم. لذا سروران عزیز، این جلو رفتن با علم می شود، با دانش می شود. اگر کسی عملم بکند با دانش می کند، در پرتو علم عمل می کند. و همین خاطر در اسلام فرمود که جایگاه علما بالاست. چرا که علما علم را عام می کنند، علم را آموزش میدن. فرمود مدادشون، مداد یعنی همون جوهری که می نویسند، با خون شهدا هم وزن می شود. و الله تعالی چه جالب فرمود در رو آیه که خوندم: قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابرند کسانی که میدانند با اونهایی که نمیدانند؟ بی علمند. جامعه بی علم، جامعه بی دانش عقب مانده، محرومه. جامعه که علم داره و اگر محرومیتی هم داشته باشه ولی این علم او را سربلند میکند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین حدیثی نقل میکند از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقوام و یضع به آخرین. الله به وسیله این کتاب، به وسیله علم، الله ملت‌هایی را سربلند میکند. اونایی که میخوانند، یاد میگیرند، عمل میکنند، آموزش میدهند، فعالیت علمی دارند و یضع به آخرین، و یه دیره الله تعالی پس میکند اونایی که بی توجه به علمند. لذا همه طبقات به علم توجه کنند. علما، خوب علما مقام بلندی دارند ولی همه طبقات به علم توجه کنند. اینجا منظور بنده از صحبت امروزی تنهایی نیست که فضیلت عالمان بیان بشه،
میدونید شما. یعنی همه طبقات، زنان، مردان، طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بی دانشی، بی علمی راه ما را میزند، ما را به ضعف میکشاند و با هیچ چیزی بی علمی جبران نمی شود. لذا سروران عزیز، همه طبقات، همه اقشار در هر سنی هستند به علم توجه کنند. زمان رسول الله اینجوری بود. زمان صحابه که بهترین زمانه، هر فرد احساس مسئولیت میکرد نسبت به امر بالمعروف و نهی عن المنکر. چرا؟ علم داشت، میدونست. اگر علم نداره نمازش فاسد میشه. بس افراد هستند نمازشون فاسد، نه عالمی میپرسند نه خود میدانند. بسیاری هستند زکات و لازمه بر اونا ولی فکر میکنن که نه میپرسن و نه جزئیات داره، خیلی مسائل داره و نه خودشون میدانند. همین جوری مسائل دیگر، مسائل معاملات، بسیاری از مردم تو بازارها معامله میکنند ولی علم ندارند. حرام تو شکمشون می آید، بچهشون را حرام می خورانند بدون که بیچاره قصدی داشته باشند. ولی خب یکی سم بخورد نداند می میرد یا نمی میرد. من نمیدونستم این سمه. در زمان امام مالک بود که کسی میخواست تجارت بکنه در بازارها، می آوردند او را امتحانی می گرفتن. ربا چیه؟ شفعه قانونش چیه؟ یعنی مسائل درشت را از اون میپرسیدن، مثل گواهی نامه رانندگی که به یکی گواهی نامه رانندگی میدن درباره جاده و درباره علائم توقف و غیره از اون میپرسند، امور و مرور. خوب میپرسید که مسائل درشت تجارت را، مسائل ریز درشته که آدم بدونه ریز را میپرسد. ولی امروزی خیلی هستند که ربا میخورند، پروا هم ندارند، شاید نمیدونند هم. مسائل معاشرت، حلال چیه، حرام چیه، محرم چیه، نامحرم چیه، گناه چیه، ثواب چیه، شری را نمیدانند. مسائل اخلاقی که بگذار، حسد چیه، بغض چیه، راهش چیه، علاجش چیه، راهکارش چیه، عوارضش چیه، عجب چی و غیره. اینا را علم تبیین میکند. لذا سروران عزیز، تحصیل کرده های ما، یعنی واقعا ما اینا قابل تشویقند. ما وقتی یه جوانی را میبینیم ازش میپرسیم که چند کلاس درس خوندی؟ جوانی ماشاءالله خوشتیپ، براق، لباساش رو تو کرده، آخرین مدل ماشین هم داره زیر پایش، ماشاءالله الله بهش نعمت داده. من سیکل گرفتم. قرآن خوندی؟ نه من متاسفانه دبستان چیزی خوندم ولی خوب بلد نیستم. در این زمان در قرن 21 جوان عزیز، الله به تو اینقدر نعمت داده، مادرت فکر نکرد، پدرت فکر نکرد، عمویت فکر نکرد، برادر بزرگت فکر نکرد، تو جاهل موندی. تو باید میگفتی که من الحمدلله قرآن هم بلدم، ترجمهش هم میدانم و مدرک کارشناسی هم دارم، برای ارشد دارم تلاش میکنم و انشالله دکترا را هم میگیرم. این سربلندیه برای جامعه ما. علامه سید ابوالحسن رحمت الله علیه در کتاب گرانسنگش ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین میفرماید که 3 نوع آمادگی جهان برای جهان اسلام لازمه اگر میخواهد به قله سربلندی برسه. 3 نوع آمادگی. یکی آمادگی روحی، یعنی از نظر معنوی باید خیلی قوی باشه، از نظر دینی. 2 از نظر صنعتی، علمی، علم روز، صنعت، دانش‌های روز. و 3 تعبیر عجیبی داره به عربی که برای علما خیلی جالبه، میفرماید تبوء زعامت فی العلم و تحقیق و تنظیم العلمی الجدید. باید نه تنها دانشمند درست بکنه، عالم بسازه، بلکه اشغال کنه، احراز کنه رهبری را در جامعه علمی. چنان عالمانی داشته باشه جامعه ما، چنان دانشمندانی، چنان تحصیل کردگانی، چنان انسانهایی که دارای تقوا هم باشند، دارای علم هم باشند. این هستند شایسته
تقدیر، شایسته تشکر، شایسته تشویق اینا هستند که جامعه را راه میبرند. چنین جامعه که چنین افرادی را پرورش بدهد، اون جامعه سربلنده. اگر محرومیت هایی هم داره انشاءالله اون محرومیت ها دور می شود. لذا چه کار کنیم در این خصوص؟ سروان عزیز در هر سنی هستیم، برنامه ریزی کنیم. راهکارهای ما معمولا میدیم، اون اینه که یکی که قرآن را در هر سنی هستیم یاد بگیریم. صحابه در هر سن یاد گرفتند. اگر بچه ما به دبستان میره و دبیرستان میره، 1 ساعت باید در مکتب قرآن برود یاد بگیرد، با عالم دین ارتباط داشته باشه. 2 از عالمان بخواهیم، از علما که درس قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن در هر مسجدی بگذارند. خودمون بچه‌مون پایبند باشیم به این حلقه های قرآنی، حلقه های علمی. 3 مسائل علمی دینی خوانده بشه و مذاکره بشه در مساجد کمه. وقتی خبر میگیریم از علما، از دوستانمون، از رفقایمون، معلوم میشه بعضی جا اصلا برنامه نیست، فقط به فضائل اعمال اکتفا میکنند. یه وعده فضائل اعمال، یه وعده مسائل علمی باید مطرح بشه. 3 دوره‌های علمی فشرده برگزار بشه، اخلاقی، علمی، مسائل تجاری. یه مرتبه دوستان ما تصمیم گرفتند، ولی شاید طلب نیست، که در چهارراه رسولی، نمیدونن در بعضی از چهارراه شهر حلقه های علمی برای تجارت و معاملات تشکیل بدن. متاسفانه اقدامی خوب نشد، طلبی هم شاید نبود، ولی من فکر میکنم در مردم طلب هست، ولی ما باید برنامه ریزی کنیم. و 4 اینه که مطالعه از علما بپرسیم. بعدی از این واتساپ ها و بعدی از این نمیدونم چی میگیرن، فضای مجازی، بابا رطب داره، خشک داره، تر داره، یابس داره. شما این مسائل را از علما بپرسید. کدوم کتاب بخونم؟ کتاب هم رطب و یابس داریم، در و خشک، ضعیف و قوی داریم. بپرسید، بعد مطالعه کنید. سیرت پیغمبر، زندگی خلفای راشدین، زندگی مردان بزرگ، تاریخ اسلام، مسائل دینی، مسائل علمی، مسائل اخلاقی. مطالعه، جامعه با مطالعه. این مجله ندای اسلام شاید امروز آمده و پخش میشه. دوستان ما گفتند که مجله 15,000 نمیدونم چقدر تیراژ داشته، پایین آوردن. حالا من نمیگم به چند هزار که شاید شما این را به کمکاری ما حمل نکنید. گفتند که حالا خواننده کم پیدا میشه، مردم مشغولن. آقا بخوانیم، وقت بدیم، بخوانیم، یاد بگیریم، در حال تعلم باشیم. یادگیری ارزش داره در اسلام. من یه حدیثی به این موضوع رو تمام میکنم و به نماز نزدیکه. درودی بخونیم. اللهم صل علی النبی. شخصی از دور آمد. شما وقتی میرید برای فراگیری علم ببینید چقدر ثواب داره. شخصی از دور آمد پیش رسول الله، اسمش قبیسه بود، صحابیه دیگه، نه؟ وقتی رسول الله رو میبینه صحابیه، پیرمرد بود. حضرت رسول الله تعجب کرد، اینقدر از راه دور یا قبیسه، ما جعبک، چرا آمدی؟ گفت یا رسول الله کبرت سنی و رق عظمی، سن من بالا رفته، استخوانم ضعیف شده، آمدم چیزی به من یاد بدی امروز که به درد من بخوره. حضرت رسول الله فرمود تو برای علم آمدی؟ معلوم شد که این فضیلت تنها برای اون طلبه نیست که مقیمن در مدرسه، اونا که جایگاهشون بلنده انشاءالله، ولی هر کسی برای علم قدمی بردارد این ارزش و این فضیلت را انشاءالله حاصل کرده است. حضرت رسول الله فرمود، تشویق نگاه کنید، یا قبیسه ما مررت به حجر ولا شجر ولا مدر، به هر سنگی از کنار هر سنگی گذشتی، گذر کردی، کنار هر درختی رد شدی، از کنار هر کلوخی و خاکی عبور کردی، برای تو دعای مغفرت کرده. این همه زبانی دارن، برای تو دعا کرده، آمردش خواسته از بارگاه الله. یا قبیسه من به تو یه چیزی میگویم، اون چیز یاد کنید امروز انشاءالله. اذا صلیت الفجر، وقتی نماز فجر رو خوندی، فقال ثلاثا، 3 بار بگو، 30 نه، 300 نه، 3 بار بگو، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده. چند بار؟ 3 بار. و در یک روایتی غالبا تو مسنده که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اضافه کن. مشکل نیست، همه یادتون هست ماشاءالله. بعدم میگویم سبحان الله العظیم و بحمده
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دو تا روایت که جمع میکنه این میشه. فایدهش چیه؟ تعافی من العمى والجذام والفالج. از 3 بیماری بیمه میشوی. واکسن 3 بیماریه، 3 آفت: کوری، جذام، فلج. سکته، فالج، فلج. بیا انشالله اینه میخونیم. انشالله چند بار؟ 3 بار از نیست. سبحان الله. انشالله خدا سالم میمونه تا آخرین لحظه انشالله. و بعد دعای دیگری حضرت رسول الله به او تعلیم داد. به هر حال فضیلت داره ما دنبال علم شیم. درود بخونیم. سروران عزیز انشالله دعا کنیم حضرت شیخ برای یک استراحت و یک برحال سالت جزئی داشتند و سفری پیش آمد. انشالله به سلامتی به زودی برخواهند گشت. انشالله دعای خیر بفرمایید. اللهم صل علی النبی الامی. البته مسئله که دوست داشتیم به هر حال با توجه به نگرانی هایی که وجود داره در جامعه ما، شما شنیدید اینه که جناب مولانا فضل الرحمن کوهی همه‌تون میشناسید که به هر حال یک شخصیت علمی دینیه و تا جایی که ما میدونیم انسان پرهیزگار و به هر حال از پیشوایان منطقه. و ایشون تو ماه آبان برای مشکلاتی بود و حرفایی زده قبل از اون یا اون وقت و به هر حال تو بازداشت بوده. اخیراً شنیدیم که محکوم شده به حبس چند سال. به هر حال انتظار آن بود که یک عالم که حالا انتقادی هم کرده از روی دلسوزی خیرخواهی از صدر مسئولین مقامات قضایی و درایت، این انتظار بود که این مسئله به اینجا نکشد و مسئله در خود استان حل بشه توسط علما، نهاد نمایندگی، مسئولین استان، شورای استان. ولی مسئله مقداری به بالا کشید و به هر حال به تا این نتیجه رسیده. مردم نگرانی دارند، میپرسند. به هر حال ما تا جایی که سراغ داریم که ایشون انشالله انسان صالح و انسان پیشوایی و علما تایید کردند، نامه نوشتند به مقامات تایید کردند که ایشون انسان صالحی هستند. و به هر حال امیدواریم انشالله که در این حکم تجدید نظر صورت بگیرد. درودی بخونیم. اللهم صل. تجدید نظری صورت بگیره. خرسندی مردم هم در همینه. در اصل ما واقعا خیرخواه نظامی، ما معتقدیم که مولانا در سخنانش جای ما اطلاع داریم به خطای قرمز نرسیده. یعنی ایشون رهبری را قبول داره، نظام را قبول داره. ایشون به هر حال معتقده که مقدسات سنی، مقدسات اهل سنت، مقدسات اهل تشیع همیشه مراعات بشه. و انشالله و در این خصوص اگر گاهی سوء تفاهمی هست، ما در حالا من اینجا قانون تفسیر کنم ولی ما در قانون داریم. خب ما برای هم قانون اسلامی فقه که میخونیم، قانون به نفع متهم تفسیر میشه. یعنی اگر کسی 2 حرفی زده 2 معنی داره، ما همون معنی را بدیم که اون معنی بهتره. و در یک قانون ما داریم که اگر قاضی در عفو، در آزاد کردن یک شخص و زندان کردن شخص 2 تا دلیل داره. اگر در این دلیل دوم، یعنی اگر اشتباه کرد و شخصی را آزاد کرد، این بهتره تا دستگیر بکنه. و هر حال شرایط جامعه را بزرگان بهتر میدانند، ولی ما هم به هر حال طلبه هستیم و مردم ما هم ماشاءالله میدانند شرایط جامعه طوریه و شرایط جهان اسلام طوریه، شرایط کشور طوریه، کرونایی، اقتصاد، مشکلاتی. میخوایم همدلی حفظ بشه، وحدت حفظ بشه. به نظر ما آنچه به وحدت کمک میکنه، آنچه به همدلی کمک میکنه، آنچه که مورد سوء استفاده دشمنان نمیگرده، همینه که در این حکم انشاءالله تجدید نظر بشه و مردم ما هم دعا کنید خونسردی حفظ بشه و انشاءالله پیگیری از طرف علما گفتگو خواهد شد. انشاءالله به نتایج خوبی خواهیم رسید از صدر مسئولین و از فضل الله و صدر مسئولین. انشاءالله امیدواریم انشاءالله و درایتی که ما سراغ داریم امیدواریم که انشاءالله همه مشکلات و همه مسائل از راه درست انشاءالله پیگیری بشه و حل بشه. و آخر دعوانا الحمدلله.